ببینید که جوانان این امت به کجا رسیدند. گویا اصلا روز حساب و جزا را فراموش کرده اند که روز در پیشگاه الله رب العالمین قائم می شوند و از این گونه بی‌حیایی پرسیده می شوند. ببینید که چقدر با یک بی‌شرمی و بی‌حیایی در پیش چشم زنان و کودکان می رقصند و جوانان و نورسان این امت را به بی‌حیایی می کشند. فردا باز همین ها هستند که شکایت می کنند که دخترها همه بی‌حیا شدند و یگان دختر حلال نمی یابیم. واقعا عامل اساسی این همه بی‌حیایی ها مردان و زنان سراینده و ریبسرا و مردان و زنان بلاگر هستند که چنین محفل های شیطانی را برپا می کنند و آن را در بین مسلمانان پهن می کنند. نماره های شیطانی ثبت می کنند که در آن مردان و زنان این برهنه و بی حجاب هستند و از سراسر همه ترغیبات بی حیایی هستند. ای وای شما چگونه مسلمان اید که برای نسل بعدی بدترین نمونه عبرت شده اید. آیا فراموش کرده اید که این دین به دوش ما و شما به نسل بعدی می رسد؟ پس شما چگونه این دین را برای نسل بعدی جلوه می دهید؟ آیا با این کارتان دین الله را برای نسل بعدی یک دین شرمندگی و بی‌حیایی نشان می دهید؟ شما در دین الله خیانت می کنید. پناه به خداوند. از الله بترسید و بیش از این امت محمدی را به بی‌حیایی نکشانید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای امتش گریه می کردند و از خداوند صلاح و فلاح امتش را می خواستند. برای رساندن این دین تمام آزار و اذیت‌ها را تحمل کردند و حتی از وطن هجرت نمودند. یاران رسول الله، رادمردان تاریخ که دین به دوش آنها به ما و شما رسید، برای رساندن این دین جان خود را قربان کردند که در بینشان جوانان 13 ساله و 14 ساله بودند تا ما راه راست زندگی را بیاموزیم. اما شما امتی ها امروزها دنبال چی هستید؟ دنبال کاری هستید که از آن تنها شیطان خوشنود می شود، ولی الله رب العالمین به غضب می آید. نخواد که قدر این قدر زحمت های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش را ندانید. از چنین مسلمان بودنتان شرم نمی دارید؟ خدایا جوانان این امت را به صلاح بیار و مسلمانان را عزت بده و اسلام عزیز را پیروز بگردان. آمین یا رب العالمین.